باید مهمان برنامه اون شب ندا رو ببریم. اوکی عالی. خوبه؟ خیلی هم عالی. پس مهمان برنامه ندا 2 تا واسهتون لبخونی میکنه. به 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 اون اولیش. برو بریم ببینم چی کار میکنی. به به. خاطر انگیز شاد دوست دارم جزی چی میتونم بخوام از هر طرف بری سمت خودت میام بیا منو ببر به عاشقونه ها حالا که عاشقم مثل دیوونه ها بیا منو ببر یه جای دور جای ثابتا قشنگ و بیوبون بیا منو ببر به عاشقونه ها حالا که عاشقم مثل دیوونه ها بیا منو ببر یه جای دور یه جای ثابتا قشنگ و بیوبون ببین دیوونه مهر نگاهتم شب کرده عاشق چهره ماهتم بیا منو ببر از عشق تو پرم یه لحظه بی چشات از دنیا دل خورم بیا منو ببر به عاشقونه ها حالا که عاشقم مثل دیوونه ها بیا منو ببر یه جای دور یه جای ساکتا قشنگ و بیوبون بیا منو ببر به عاشقونه ها حالا که عاشقم مثل دیوونه ها بیا منو ببر یه جای دور یه جای ساکتا قشنگ و بیوبون افتخارش کف مرتب. عالی. پس مهمان یک شنبه 28 جولایمون ندای عزیز خواهد بود. ندا پاترا رو نداریم، ندا مهاجری که داریم. خیلی هم عالیه تو رو مهمونی دعوت کردن ندا. تو مهمانی، تو ستاره شب کافه نادری هستی. خدمت تو عرض کنم پس کافه نادری یادتون نره در مورگن ویکسن تیاتر خواهد بود. روی استیج رو که نگاه کنید سورپرایز میشید. حمید دلق نمیتونه نگه. ما روی استیجمون میز و صندلی داریم که بچهای تلویزیون اونجا میشینن. یعنی خیلی رو استیجمون واقعا کافه نادری. مثلا خاندان شما زهره خانم هم اونجا ببینید که با لهجه اصفهانی میگه آخه من کی برم این آهنگمو بخونم. مهمون بعدی آخه مگه میشه که ما بدون اینکه بیایم اینجا بشینیم خشک خالی هم نخونیم هم بیایم سیاه لشکر بشیم؟ مگه میشه؟ یه دونه آهنگم لبخونی کرده زهره. خودش خونده. آره خودش خونده. اون حالا من نمیدونم چرا نمیخواد بخونه. چرا میخندی؟ این چیه؟ این چی بود؟ این چی بود؟ این چی بود؟ همون اون یکی رو بذار که آهنگ بتی بود. این چیه لبخونیه؟ اینم لبخونی نمیدونم هر کدوم. البته اگه دارید اینو نگاه میکنید امشب خانم سهیلا در برنامه شب‌های ستارگان خواهد بود. شب شروعی هم هست. حدود 70-75 تا رزرویشن داریم. بعد 20 تا که همیشه از برای بچهای رزروی همیشگی اونجا هستن. بچهای تلویزیون اونجا هستن.
دیگه خدمتتون عرض کنم که یک مهمان خیلی عزیز خانم بدری همتیار دارن که حالا در موقع خودش معرفی میکنن. نمیدونم با میتونیم معرفی بکنیم یا نه، ولی خیلی جالبه دیگه. این تازه از ایران اومده بودین شما؟ اینو یعنی خب بزنید ما نگاه کنیم. فورت آف جولای دیگه بزنیم به مناسبت فورت آف جولای پخشش کنیم. آهنگ خیلی خوبه اما بتی. حرفامونه که چی میگفتین؟ آهنگ خیلی خوبه بتی. اینو خیلی زهره جون دوست داره. با هم نگاه میکنیم و حال میکنیم. تموم شده. تو آره تو بابا خودت اهل کاری. خیلی شد. خانم آقایان سهیلا رفته و اسم سهیلا هنوز اونجا. کدوم دکتر؟